رفقا سلام خوش اومدین به یوتیوب تایمین. آقا دیوید عزیز رو داریم. دوستان سلام. از این به بعد با هم پیش میریم جلو. حالا آروینو میخوام بگیرم. استقلالی رفیقمون مهر ورودت خوش بشه. بعد حالا بهت میگم این رفیقمون هم پرسپولیسیه. دربی داریم. دربی رو میخوایم با هم دیگه بررسی کنیم. آقا بریم شروع. سلام و درود خدمت تمام اعضای تایمین. آقا ما رو حمایت کنیم، ما رو بیاریم بالا. خیلی دوستتون داریم. ما داریم شبانه روز واسه شما داریم زحمت میکشیم. آقا ما بازی جذاب لیگ برتر ایران، بازی استقلال و پرسپولیس رو داریم. دو رقیب دیرینه در یک قاب. مسابقه ای که قرار جمعه برگزار بشه و ما سنگین میخوایم این بازی رو آنالیزش بکنیم. دیوید نظرت چه راجع به این بازی؟ والا نظر که ما طبق معمول با یه تیم ضعیف بازی داریم. حالا زیادم نمیخواد خودمون رو خسته کنیم، بالاخره تیم زیاد جالبی هم نیست، ولی حالا بازم پیش بریم با هم ببینیم به کجا میرسیم، ترکیبا چجوریه. بزن ترکیب پرسپولیس رو بیاد. بزن بیاد. تیم بازنده رو. خب رفقا، من که همتون میدونی، همه جا هم گفتم من پرسپولیسی ام، عشق بچگی من بوده. حیف که نمیتونم برم تو ایران و این بازی رو از نزدیک نگاه کنم. واقعا زمانی که این تیم رو من میبینم لذت میبرم. انقدر این تیم با ثبات داره جریان تو این چند هفته داره بازی میکنه. این ترکیب بازی قبلش مقابل شمس‌آذره. خب من ترکیب رو میخوام بهتون بگم. قطعا پرسپولیس تو دربی با نهایت با 2 تا تغییر تو ترکیب اصلی جلوی استقلال قرار میگیره. به نظر من استقلال تیم ضعیفیه. نه دیوید جان؟ حالا اونم میبینیم دیگه. باید نتیجه رو ببینه آدم حرف بزنه. زیاد از الان نمیشه. باشه. ما که تا دیروز داشتین خودتون رو پاره میکردین، آی تیم ما از بین نابوده، آی تیم ما فلانه. یه مربی عوض کردین 3 متر زبون. بفرمایید. عجب. بفرمایید. خب آقا ما شروع میکنیم. از دروازه شروع میکنیم، میایم جلو. آقا دروازه‌بان که آقا نیازمند، خب دروازه‌بان گلر تیم ملیه. خب به عنوان میزد به اصطلاح گلر دوم. گلر اول همیشه علیرضا بیرانوند بوده، چون باثبات‌تر بوده، ولی خب فهمی نیازمند هم دست کمی از گلر یک نداره و حقش اینه که تو جام جهانی هم بازی کنه. آقا گام به گام من میام جلو. دفاع وسط ما آقای کنانی زادگان، آقای پورانی گنجی که اصلا ملی پوشای ما هستن. دفاع سمت راست ما آقای براجعه رو داریم. خب این بازیکن جوونیه. به نظر من خب توی دربی نباید ازش استفاده بکنیم وقتی که ما دفاع راست خیلی خوبی به نام آقای سرژ اوریا رو داریم. چون آقای محمدی که اصلا هیچ حرفی ندارم، انقدر این دفاع بی‌نظیره، واقعا عالیه. میریم سراغ هافبک‌هامون، آقای سلک و آقای رفیعی. آقای رفیعی که زمانی که آقای هاشمیان بود اصلا نمیتونست گلزنی بکنه، ولی الان که آقای استاد اومده واقعا این بازیکن رو پیدا کرده، تونسته تو ترکیب اصلی جای بذاره. به نظر من بازیکن فوق‌العاده عالیه. حقشه ما که تو پرسپولیس بمونه، ولی تو بازی قبلی حس میکردم میگفتم آقا نمونه تو پرسپولیس، ولی دو تا بازی آخری که چیزشه تو هر بازیش هم یه گل زد. به نظر من هافک خیلی بی‌نظیره. آقای سرلک یکی از هافک دفاعی بی‌نظیر پرسپولیس که سبک بازیش بسیار ساده است و میتونه خط هافک و جلوی استقلال جمع بکنه. من خیلی به این بازیکن اعتقاد دارم. میریم بالاتر، آقای اورونوف که آقا من واقعا حرف واسش ندارم. دیوید نظر راجع به اورونوف چیه؟ بازیکن واقعا خوبیه. حالا زمان آقای هاشمیان هم من نمیدونم چرا همچین اصراری داشت. همیشه دقیقه 70-80 به بعد بازور میدیدیمش این آقا رو تو زمین. بازیکنی هم هست که هر موقع اومده توی زمین ورم برگشته برای پرسپولیس، با پاسایی که میده، سانترایی که میکنه، دریبلایی که میزنه، پا به توپ خیلی عالی داره. بازیکن تاپ و خوبی. همیشه هم هر دقیقه ممکنه یه کار جالبی انجام بده و تیم تو بندازه جلوی گل. عالی بی‌نظیر. آقای با تجربه کاپیتانی که از سن 20 سالگیش تو پرسپولیس بوده، با ثبات‌ترین بازیکن پرسپولیس، آقای آلیشا. بازیکنی که هر چقدر سنش میره بالاتر اصلا واقعا زمانی که تو ترکیب نیست آدم جای خالیشو احساس میکنه، با پاس‌های کلیدی که میده،
با سانترایی که انجام میده، پاسای تو داره خیلی خوبی داره. بی‌نظیر آقای آلیشا. یعنی حیف، این بازیکن واقعا نباید سنش بره بالا، انقدر این بازیکن بی‌نظیره. من واقعا قطعا غالبا دوستش دارم این بازیکنو. واقعا هیچ حرفی نیست راجع به این بازیکن. یعنی این بازیکن واقعا من ندیدم زمانی که تو ترکیب قرار بگیره و کاری انجام نده. میریم سراغ آقای عمری و آقای علیپور. خب آقای عمری یه دونه جوان آینده داره، تکنیکی پرسپولیسه. جان میگم که 5 دقیقه شد، بگو نتیجه چی میشه دیگه. سیاه دارم آنالیز میکنم. آقا سریع سیاه فوش دوربین عصبی شده داره به من علامتهای فوش نشون میده. دوستان سیاه وسیزش داری حرکت. آقا ترکیب پرسپولیس مقابل شمس‌سازان ترکیب 4-4-2 هجومیه که دوتا وینگره که از سمت راست آقای آلیشا و سمت چپ آقای اورونوف هستن. خب یه گام اومدن جلوتر. ترکیبی که آقای عثمان چیده به نظر من ترکیب برنده ایه. به نظر من با توجه به آنالیزی که من دارم انجام میدم میتونیم اوور نیم گل پرسپولیس، برد مساوی نیمه اول پرسپولیس و هندیکپ 0 پرسپولیس واسه دربی گفت آقا پس آروین گفت البته این فرم ما نیست، گفت اوور نیم گل پرسپولیس. بگو آقا یه بار دیگه شده اوور نیم گل پرسپولیس، برد مساوی نیمه اول پرسپولیس و هندیکپ 0 پرسپولیس. بله خب رفقا این از حرفای آروین بود، دمت گرم، تشکر میکنم ازت. بریم آقای دوست عزیزمون جناب دیوید عزیز. دیوید دوستان این ترکیب استقلال رو داریم. ما توی دفاع چپ آقای گودرزی، عارف غلامی، سامان فلاح و رامین رضایی که البته آقای رضاییان زحمت میکشه هر موقع توی ترکیب فیکس تیم میره تو حاشیه، زیاد نتیجه های جالبی نمیگیره. دفاع وسط هم استقلال هلوش 100 میلیارد هزینه کرد، آقای آقاسی آورد از تراکتور که از وقتی اومد یا دو پارک داره انفرادی تمرین میکنه یا سر تمرین نمیره، یه روز میگه نمیام یه روز میگه میام. آره دارن اخراج میشه از تیم متاسفانه. دروازه‌بانمون آقای آدم گلر با تجربه خوب، ولی یه مشکلی که داره یه خورده سنش بالاه، روی توپایی که مثلا میگیره نمیتونه زیاد بعضی واکنش‌ها رو سریع انجام بده. حالا گلر خوبیه ولی اونجوری زیاد مطمئن نشون نمیده بعضی وقتا. توی هافبک هم آقای اندون بازیکن خوبیه، آقای مهران احمدی، رزاقی نیا، یاسر آسانی واقعا یکی از ستونهای اصلی تیمه. حالا متاسفانه منیرم وضعیتش معلوم نیست، نمیدونیم میرسه به این بازی یا نمیرسه، ولی 90% منیرم نداریم بازی استقلال. آقای سرخیزان یه خورده تکراری کنار بذاره بازیکن خوبیه، جلوی فولادم همین کارو کرد، زیاد جالب نشد. و آقای کوشکی که دربی قبلم زهرش رو ریخته و گل زده به پرسپولیس. بازی خوبی میشه ولی در کل دربی ها میدونین زیاد نتیجه ها مشخص نیست، هیچ موقع نمیشه گفتش که استقلال میبره. ما کلی میخونیم دوستانه با هم، ولی هیچ موقع نمیشه گفتش که نتیجه چیه، میبره میبازه مساوی میشه، زیاد معلوم نیستش. ولی در کل جفت تیمان خدا را شکر هم استقلال هم پرسپولیس نسبت به اوایل فصل خودشونو خیلی جمع جور کردن، تقویت کردن، رو فرم ترن. ببینیم چی میشه، ولی این بازی پرسپولیس شانسی نداره. شما نظر نسبت به بازی استقلال چیه دیوید؟ من نسبت نظرم به این بازی 2-1 استقلال. 2-1 استقلال. خوابش باید ببینه دیوید. 2-1 استقلال. آقا ولی فرم به نظر من، برای فرم من این بازی از سمت شوت و کارت زرد و کورنر و اینا میرم. چون این نتیجه این بازی ها زیاد میگم مشخص نیست، ولی نظر شب پیشبینی خودم 2-1 استقلال. ببین نظر چیه؟ 5 ثانیه آقا هر کی باخت شام